روی کارشون برفتیم زبس کردیم. همون روز گفتن آفیس دارن، همون قبلی همون خونه با آفیسشون بود است در اومدیم. اونجا گفتن که گفتیم اقلا رئیس میاد رستم باشد گپ زنیم که گفتم برای چی ما گفتیم من بانیسه уже دیگه کس روی کردم پس ریدی کروی کردم. کی را فرستادن نزد شما؟ بچه یوشکا. بچه نمیشناسیم نامش هم گم نزد. گفتن تلفن رو نویسته گرفتن هم ما یا نقل کردیم که تلفن ما یا نویسته گرفتن که ما نقشه شما به تلفن کرده میگوییم که نکردم. اگرش سهر با روز شنبه سهر باز کارخانی همون رئیس حکومت برفتیم که خودشون نبودیم معاونشون حکیم زاده بودیم همون کس قبول کرد. شما را قبول کرد چی گفت؟ وای کس گفتن که اول شما کی میشه؟ ما گفتیم که ما از بالنیسه. وای کس گفتن که اینجا بالنیسه چی میکنید؟ اومدیتون. ما گفتیم خیلی ما رئیس قبیم گپ زنیم قطعشون که وای کس گفتن که نیستیم. وای کس خون که پدیم بجو گفتن رفته. ما همین واقعه گپ زده بودیم خودشون هم میدونستیم. ما گفتیم خیلی اومدن خیلی یک اپراسیون کنم باید دو اپراسیون با یک اپراسیون دیگر را گذراندن در کنم با پول در کورتی نمیتونم خیلی یاردم تیانم خیلی این گپتون ما میرسونیم گفتم 10 روز گذشت که نامودیم داشت خبرم نمیگیرم. شما یگون مروتی به زنگ زدید؟ زنگ میزنیم تلفنشون همشون کشتگیه. در چون کشتگیه. چون نمی‌سی تا پارتوفتگیه می‌ره با فکری ما زنگ میزنیم نمیشه و زنگ زدن. اگه نمیر زنگ بزنیم گودوگ میره ما را با فکری ما значит چون نیست پیسیک پارتوفتگیه که ما زنگ زدن نتونستیم. با گفته که دختر یوش چیکار میکنه دیسکوتک رفته. کی این گپو رو گفته؟ همون کی طرف حکومت گفت زده که این گپو را گفته که دختر یوش چیکار میکنه. شما اکجا فهمیدین این گپ؟ اوچم یاد گفت زده که میگه. همونجا هم بچه یوش گفتیم که هوای گفت که هم خیلی. یعنی شما را چند مدت شد که کمک نکرده استین؟ نکرده زیاد شد. یک منمین ایزه اپراسیون کردم. همین کتیبه میبیایم گفتن اومدن در کلش چیوش کردم. من گفتم اپراسیون ما خودم گپ زدم برای چون ما چیش توری میکنیم گفت وامی که زنگ میزنیم تلفنشون کشتگی. از ازار جراحی کردند و حاضر؟ دیگه نامده. یکم تا خبر نگرفتن. وقتی جراحی این با اومدن؟ هیچ که نامده نه. کمک هم نکردن؟ نه بعد پدرش اومد دوروش پیشم دو انا این اپراسیون بعد چیوشه هیچی گفته نرفته وعده دادگن که برای شده خودمون میبریم رو چی میکنیم همش طولم کار میریم و می وقتا نامده با ما مجبور شدیم خستیم رفتیم بودیم من پگاه دیگه جواب گفتیم من اینه گجور بریم پولش ندادن جواب نمیتیم آخه اگه جو میتیم من پولی بریم $500 میگم من جدک من столовой 25 сумда кор мекам جمع میکنم تا کمی روزگار من میبردم باز اگه جدیه این کپو با من قرض قبول کردم بیرون اگه جا میتیم من برای همه میگم که همه ویایم نگاه فرزند دارن که رنگی منم اوچ و یا مادر زایده دیگه رنگی ما هم خیلی از اون نکسته ویا با روزگار خودشون تنچه من دعوا ندارم من بیای همین دختر من کمک کنم چی کنم همین ماده یاردم چند این هیچ جا نرفتیم که ما گفتیم خیلی یاردم دیگه سفته من 10 روز گذار 10 روز 2 هفته شده یک بود بیایم نمی بیایم یا که یک آدمی انی قشنگی که یا یک بار خودشون مادر کو برای بچه شون پسرشون دستش شکستگی بود گرمانیا برای کردن بیاین آخه اینایی هم روی کنن لیچی میکنن آخه فرزندی باید شیرین است ما به فرزند شیرین نیستیم